سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 ینور تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 4 عضو اکیپاژ هواپیمای سقوط کرده را به کابل آوردند. استقبال اپوزیسیون تاجیک از قطعنامه پارلمان اروپا. بلاگر تاجیک سلمان رجبزاده را در مسکو به حبسخانگی گرفتند. 3 تاجیک قربانی قاچاق انسان را از اسارت و غلامی در میانمار آزاد کردند. مرگ فاجعه‌ای 4 عضو یک عائله از اصفهان در روسیه از گاز و دود بنزین. ملاقات امام علی رحمان با فوتبال بازان تاجیک در قطر و اکنون تفصیلات خبرها. روز 22 ینور سال 2024 4 عضو زنده مانده اکیپاژ هواپیمای فالکون 10 از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به پایتخت این کشور آورده شدند. هواپیمای آنها که به شرکت روسی اتلیت گروپ تعلق داشت شام 20 ینور در ناحیه وخان ولایت بدخشان در نزدیکی مرز با تاجیکستان سقوط کرد. ذبیح الله مجاهد با نشر چندین ویدیو در صفحه‌اش در شبکه ایکس خبر داد که 4 عضو نجات یافته هواپیمای روسی در بدخشان سقوط کرده را به کابل آوردند. نجات دهندگان به آنها کمک اولیه طبی رساندند. آنها خود را خوب حس می‌کنند. درباره 2 مسافر این هواپیما زن و شفت ویتالی و آنا افیوکوف ها چیزی گفته نشده است. محض پسر آنها آناتولی افیوکوف که مالک چندین بازار و فروشگاه‌ها در شهر ولگادانسک ولایت رستوف در جنوب روسیه است، این هواپیما را برای از تایلند به روسیه آوردن مادرش که در آسایشگاه پتایای تایلند بیمار شد کرایه کرده بود. خود آناتولی افیوکوف را به دلیل نبودن جای خالی به این هواپیما نگرفتند. او مجبور شد که با پرواز معمولی به روسیه برگردد. شام شنبه 20 ینور اکیپاژ هواپیمای فالکون 10 که با خط سیر اوتاپاو تایلند، گایا هندوستان، تاشکند ازبکستان و ژوکوفسک روسیه پرواز چارتری طبی را انجام میداد. هنگام در فضای شمال افغانستان قرار داشتنش درباره کمبود سوزشواریش خبر داد. برای فرود غیر نقشه‌ای در فرودگاه کولاب در جنوب شرق تاجیکستان اجازت پرسیده است، اما بعد چند یک محرک و سپس محرک دوم هواپیما از کار برآمده است و ساعت 17:35 دقیقه وقتی که تا رسیدن تا فرودگاه کولاب برایش همگی 57 کیلومتر راه دیگر باقی مانده بود، هواپیما از رادارها کاملا غیب زد. بعدا خبر عکس و ویدیوها به دست رسید که درباره سقوط این هواپیما در یک منطقه برفپوش کوهستان در ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان خبر رسید. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در خود تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک که در اروپا عمل میکند روز 20 ینور سال 2024 در یک بیانیه از قطعنامه پارلمان اروپا درباره تاجیکستان استقبال و برای چنین موقع‌گیری اصولی به این نهاد اظهار سپاس کرده است. پیمان ملی از جانب اتحاد اروپا در اولویت قرار دادن ارزش‌های بنیادی مثل حقوق انسان، آزادی بیان، فعالیت آزاد و مستقل واسطه‌های اخبار عامه، فعالیت سازمان‌های مدنی و ادوکاتور را جای تأسیس نامید و با دستگیری کامل از طلب اتحاد اروپا به رهایی وکیلان دفاع بزرگمیر یاروف و منوچهر خالق‌نظرов، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی زفقبک سیدامینی، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعه و خورشید وازلوف گفت جامعه بین المللی دیگر محبوسان سیاسی تاجیک از جمله 10 نمایندگان حزب و حرکت‌های گوناگون سیاسی با شمول 13 تن از رهبران حزب نهضت اسلامی، رئیس سابق حزب دموکراتی محمد روزی اسکندرов، صاحبکار شناخته تاجیک زید سعیدوف هم نباید از یاد ببرند. در قطعنامه پارلمان اروپا که روز 18 ینور قبول شد، حکومت تاجیکستان برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولتی و وکیلان و مدافع به بعد شدید انتقاد کشیده شده، بس کردن تعقیبات، رعایت حقوق آزادی‌های انسان و آزاد کردن فعالان و وکیلان و ژورنالیستان زندانی شده، همچنین شرط به برنامه‌های پرامتیاز اتحاد اروپا از جمله به برنامه نظام عمومی امتیازهای اتحاد اروپا پذیرفتن تاجیکستان مطرح گردید. تاجیکستان در پایان ماه نوامبر سال 2023 برای پیوستن به این سازمان درخواست داده بود.
این برنامه به تاجیکستان امکان میدهد که مال و محصولاتش را بدون باج به اروپا بفروشد. تاجیکستان به اروپا اساساً پخته و آلومینی صادر میکند و تنها از حساب باج و خراج همین دو محصولات در صورت پیوستن به GSP پلوس میتواند هر سال تقریبا تا 100 میلیون یورو فایده بگیرد. پیمان ملی با تکیه به اینکه پارلمان اروپا نباید صدها تن دیگر محبوسان سیاسی که این شب و روز در زندانهای تاجیکستان زیر فشار و شکنجه های جسمانی و روانی قرار دارند صرف نظر کند. در بیاناتش نوشته است: 10 تن از مخالفین سیاسی حکومت تاجیکستان از حزب حرکت‌های گوناگون و فعالان شهروندی برای فعالیت سیاسی خود به سالهای طولانی در پس پنجره قرار دارند. در قطعنامه قبول پارلمان اتحادیه اروپا عاید به تاجیکستان قضیه محبوسان سیاسی از حزب حرکت‌ها جای داشته و اشاره تکراری کمک معنوی بزرگ به آنها میشد. باید ذکر گردید که گروه کاری سازمان ملل آزادی بیچون و شرای 13 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی، اینچنین رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف، رهبر حزب تاجیکستان نو زی سیدوف را از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود، اما متاسفانه جانب تاجیکستان این همه را نادیده گرفت. از این لحاظ پیمان ملی تاجیکستان استفاده مکانیزم تاثیر به حکومت تاجیکستان را ضرور و سر وقتی میشمارد و برنامه مثل GSP پلوس مثال آن است. حکومت تاجیکستان تا حال به قطعنامه پارلمان اروپا واکنش نکرده است، ولی معلوم نیست که تا کجا از نگرانی این سازمان آگاه است و توصیه های پارلمان اروپا را آیا اعتراف و مطرح اجرا میکند یا نه. سازمان های حامی دیگر حقوق انسان نیز در گزارش های خود پیوسته از حکومت تاجیکستان بس کردن تعقیب ژورنالیستان، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق و آزادی های انسان را طلب میکند. به باور آنها موج تعقیبات در تاجیکستان به خصوص بعد سال 2015 وسعت به اندازه کسب کرده است، اما دوشنبه پیوسته این ارزیابی ها را بی اساس خوانده رد می کند و پایفشاری می کند که حقوق و آزادی های مردم از جمله آزادی مطبوعات در تاجیکستان رعایت می شود. شرفکن میروف، عضو سابق حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در بین همصفانش با تخلص سیف الله معروف بود و در اول ماه دکامبر سال 2023 در شهر مسکو با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده بود، روز 19 ژانویه سال 2024 به محمد تقایف، یکی از فعالان مخالفین در اروپا، زنگ زده خبر داده است که در به فرودگاه مسکو قرار دارد و ساعت 20 به وقت مسکو او را به هواپیما سوار کرده به تاجیکستان استرداد میکنند. محمد تقایف در این باره در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک عکس صحبت ویدیوییش با سیف الله خبر داد. محمد تقایف شام 19 ژانویه در صحبت با پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که سیف الله در این صحبت کوتاه او را از استردادش به تاجیکستان خبردار کرد. محمد تقایف گفت تلفنش را که بعد چند روز بازداشت از او گرفته بودند در را به فرودگاه به وی برگرداندند. سیف الله اول با پیامک خبر داد که او را به فرودگاه برده ایستادند. باورم نآمد و ویدیوی زنگش زدم. معلوم بود که در ماشین همراه کارمندان پلیس روس بود، چون که صدای صحبت بین خودشان به گوش می رسید که با یک زبان روسی پر از دشنام بود که چنین لحن خاص کارمندان پلیس روس است. من با سیف الله خیلی کوتاه شاید حدود 1 دقیقه صحبت کردم و من عکسش رو هم گرفته توانستم. خیلی رو افتاده به نظر می رسید. گفت که او را به فرودگاه برده ایستادند و به هواپیمای روی تاجیکستان سوار می کنند. مقامات روسیه و تاجیکستان تا کنون خبر بازداشت و اینک استرداد شرفکن میروف را یگان شرح ندادند، ولی اگر خبر شب 19 به 20 ژانویه به تاجیکستان فرستادنش راست باشد، پس سیف الله صبح بر وقت الکه 20 ژانویه باید به دوشنبه برسد. بنا به اجرای فرودگاه دوشنبه صبح 20 ژانویه از مسکو و پایتخت تاجیکستان باید 4 هواپیما برسند. 2 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی از فرودگاه‌های ژوکوفسکی و دمدیدو، 1 پرواز یوت ایر از فرودگاه ونوکوو و 1 پرواز سومون ایر از دمدیدو. ولی معلوم نیست که سیف الله با کدام از این 4 پرواز استرداد بشود. معمولا استردادها با هواپیماهای سومون ایر صورت میگیرند، ولی موردهای هم بود که هواپیماهای شرکت‌های روسی نیز با این هدف استفاده می‌شدند. پایگاه خبری بامداد ماه گذشته خبر داده بود که شرفکن میروف بعد سالهای در حال فرار به سر برده‌اش روز 7 دکامبر سال 2023 مقامات حفظ حقوق روسیه در نزد منزلی که در مسکو اجاره می‌نشست دستگیر کردند. خود سیف الله روز 9 دکامبر قبل از آن که تلفنش را بگیرند با یکی از دوستانش در اروپا تماس گرفته
از بازداشتش خبر داد و گفت او را با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت این مخالف حکومت را شرح ندادند، ولی معمولا نهادهای حفظ حقوق روسیه با دوشنبه در مورد جستجو و بازداشت و استرداد مخالفین سیاسی حکومت امامعلی رحمان همکاری میکنند. دادگاه نویه سیمونوف شهر مسکو روز 19 ینور سال 2024 با صدور یک قرار نو بلاگر تاجیک رجبزاده سلمان جمعبای را به حبس خانگی گرفت. سلمان رجبزاده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و تحقیر دختران روس در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش عیبدار می شود. در دادگاه نویه سیمونوف بدون ارائه جزئیات گفتند که دادگاه نسبت به سلمان رجبزاده چاره پیشگیری در نمود حبس خانگی را انتخاب کرد. داستانی شهر مسکو نیز در تلگرام کانالش با نشر یک عکس بلاگر تاجیک از تالار دادگاه نویه سیمونوف تصدیق کرد که دادگاه این دفعه درخواست تفتیشات را قانع گرداند. دادگاه نسبت به سلمان رجبزاده چاره پیشگیری در نمود حبس خانگی را تعیین کرد. تفتیشات تحت نظارت دادستانی بین نویوی سیمونوف قرار دارد. گفته می شود در اطلاع کوتاه دادستانی پایتخت روسیه سلمان رجبزاده روز 7 ینور سال 2024 دستگیر شد، ولی دادگاه نویه سیمونوف روز 9 ینور درخواست تفتیشات برای حبس پیشکی او را رد کرد. با یک قرار در تجربه دادگاه‌های روسیه نادر بلاگر تاجیک را از تالار دادگاه آزاد کرد. داستانی از قرار آزادی رجبزاده به دادگاه شهری شکایت برد. تفتیشات به حبس او اصرار می‌ورزید و بر این بود که از بس که بلاگر در محل ثبت نامش زندگی ندارد، با وجود دادن زبان خط درباره ترک نکردن محل زیست میتواند فرار کند. روز 17 ینور دادگاه شهر مسکو درخواست دادستانی را قانع گردانده قرار آزادی سلمان رجبزاده را بیکار کرد و درخواست تفتیشات برای انتخاب چاره پیشگیری نسبت به بلاگر تاجیک را دیگر باره به همان دادگاه نویه سیمونوف فرستاده شد. اخیرا سلمان رجبزاده در مصاحبه ویدیویی با تلگرام کانال شات اظهار داشت که قربان پستوه شده است و در اصل او یگان بار در یگان جا نگفته است که با نتاشا کیف میکردم و همه دختران روس از آن ما میشوند. بلاگر تاجیک گفت به پلیس عریضه نوشته است تا آنهایی رو که او را چنین پستوه کردند پیدا کنند. سلمان رجبزاده میگوید در آن ویدیوی جنجال برانگیز صدای او نیست، کسی آن را دستکاری کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. 3 شهروند جوان تاجیکستان را از اسارت در میانمار، کشور بسته در آسیای جنوبی شرقی، آزاد کرده به وطن برگردانیدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که این 3 شهروند جمهوری تاجیکستان که در میانمار قربان قاچاق انسان شده بودند، روز 20 ینور سال 2024 در هماهنگی با سفارت تاجیکستان در مالایزیا و در همکاری با مقامات شایگری تایلند، سفارت میانمار در مالایزیا، همچنین سازمان بین المللی مهاجرت و میسیه بین المللی عدلیه به وطن برگردانیده شدند. درباره کی و چگونه به دام شبکه‌های قاچاق انسانی افتادن و به میانمار رفتن این 3 جوان تاجیک وزارت یگان معلومات یا تفصیلات نداده است. وطن او گفته است که مقامات دخلدار جمهوری تاجیکستان کارهای ریابیلیتاسیونی پسیکولوژی را با شهروندان مذکور می‌گذراند و چاره‌های ضروری پروفیلاکتیکی را برای پیشگیری چنین حالت‌ها در آینده به عمل می‌رسانند. وزارت خارجه تاجیکستان به مقامات کشورهای تایلند و میانمار، اینچنین به سازمان بین المللی مهاجرت و میسیه بین المللی عدلیه برای کمک رسانی شده برای حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان و مساعدت جهت برگردانیدن آنها به وطن اظهار سپاس کرده است. میانمار تا سال 1989 بیرما نام داشت. کشور است با بیش از 50 میلیون اهالی در آسیای جنوب و شرقی. میانمار در قسمت غربی نیم جزیره هندوخطایی جایگیر شده با هندوستان و بنگلادش، چین و لاوس و تایلند هم مرز است. سال 2021 حکومت را در این کشور خونتای حربی غصب کرد. رژیم حاکم در میانمار با سرکوبگری‌های خود نام برآوردند. از جمله چند سال پیش رژیم میانمار برای قتل عام قبیله مسلمانی روهینجا به بعد شدید انتقادها روبرو شده بود. به دلیل بسته بودن کشور و اقتصاد ضعیفش، میانمار هیچگاه مسیر جذابی برای مهاجرت کاری به شمار نمی رفت و این بار اول است که
درباره به میانمار رفتن و در آنجا در دام شبکه‌های قاچاقبر در ماندن شهروندان توجک خبر نشر می شود. ریاست تفتیشات ولایت رستوف روسیه درباره آغاز تفتیش سبب‌های مرگ 4 روز یک عائله از دود گاز بنزین در جماعت شبکه نویه اقصای ولایت رستوف واقع در همگی 10 کیلومتری کناره‌های شمال مرکز این ولایت شهر رستوف لب دان خبر داد. به شعبه تفتیشاتی نویه اقصای درباره در یک حوله شخصی در حدود جمعیت باغداری در جماعت شبکه نویه اقصای با علامت‌های ضرورشوی از گاز کربن پیدا شدن 4 جسد صاحب 66 ساله خانه، همسر 65 ساله او و 2 پسرشان که 38 و 39 سال داشتند خبر رسید. باز یک زن دیگر را با عین علامت‌های ضرورشوی به بیمارستان آوردند و در اینجا به او کمک کسبی رسانیده می شود. بنا به نتیجه های تفتیش مقدماتی سبب حادثه می تواند گنراتور نیروی برق که با بنزین کار می کرد و در تاخانه گذاشته شده باشد. ریاست تفتیشات گفت بر اساس نتیجه های سنجش درباره کشودن یا نکشودن پرونده جنایتی در رابطه بین حادثه ناخوش و پرقربانی تصمیم خواهند گرفت. نشریه سرگرد رستوف ندانو با تکیه به معلومات مقدماتی مفتشان خبر داد که آن شب 2 پسر همراه یک کلین به خانه پدر و مادرشان مهمانی اومدند. پدر خانواده فکر کرده است که خانه سرد است و از این رو گنراتور نیروی برق را به کار درآورده است. بعد چند گنراتور نقص پیدا کرده است و نظام بی خطریش خلل یافته است و از آن گاز کربن خارج شده خانه را پر کرده است. 4 نفر در داخل خانه از نفس کشیدن گاز کربن جان دادند. یک زن را طبیبان نجات دادند. طبیبان یوری تاجیلی او را در بیمارستان شهری بستری کردند. خبر می‌دهد این نشریه مقامات تفتیشات شخصیت قربانیان این حادثه ناخوش را نشر نکردند، ولی در کانال‌های مهاجران زاده اسفره خبر دادند که این حادثه شب 18 ینوار سال 2024 رخ داده. هلاک شدگان هم اعضای عائله راننده اتوبوس فیض‌الدین صفرالدینوف 66 ساله از جماعت گلستان بودند. همراه او آن شب نحس از دود بنزین همچنین همسر 65 سالش رانو صفرالدینوف و 2 فرزند آنها غلام جان و غفور جان که 39 و 38 سال داشتند جان دادند. جسدهای قربانیان را الکی روز 21 ینوار برای گورچو به تاجیکستان فرستادند، ولی یک کلین خانواده در حالت وزنین در بیمارستان باقی مانده است. به گفته مهاجران زاده اسفره یکی از پسران این خانواده فرزند داشت، ولی از دومی 3 فرزند خردسال در روسیه یتیم ماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کاری تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. روز 22 ینوار سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در چارچوب سفر دولتیش به امارات قطر در پایتخت این کشور خلیج فارس شهر دافا با اعضای تیم ملی فوتبال تاجیکستان ملاقات کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتش امامعلی رحمان با فوتبال بازان پیرامون مسائل رشد فوتبال در تاجیکستان، دستگیری دولتی ساحه، عمومی‌گردانی فوتبال و فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، صحبت و جوانان را به وطن دوستی و وطن پروری دعوت کرده است. امامعلی رحمان قید کرده است که جوانان هرچی بیشتر به مشق و تمرین مشغول شوند و با دستاوردهای ارزنده پرچم مملکت را در عرصه عالم بلند بردارند. او همچنین به فوتبال بازان تاجیک برای کامیابی آرزو کرده است. فوتبال بازان به نوبت خود به پرزیدنت فوتبال کپ با رقم 1 تحفه کرده او را اطمینان خاطر دادند که برای بلند برداشتن ابروی تاجیکستان از خود دریغ نخواهند داشت. یادآور می‌شویم که دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال نخستین مرتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک می‌نماید. این مسابقات در قطر برگزار می‌شود. تا امروز دسته منتخب تاجیکستان در دایره جام آسیا 2023 در گروه ا 2 بازی انجام داده با چین با حساب 0-0 مساوی کرد، ولی از تیم قطر با حساب 0-1 شکست خورد. شام 22 ینوار دسته منتخب تاجیکستان در شهر دافا با دسته منتخب لبنان رقابت می‌نماید. تاجیکستان و لبنان بعد 2 دوره اول هر دو همگی
یک امتیازی داشته در دو زینه آخرین جدول گروه قرار دارند. تاجیکستان در صورت پیروزی برای راه یافتن به مرحله بعدی جام آسیا شانس به دست می‌آورد، ولی در صورت باخت و حتی مساوی تیم تاجیکستان پیش از مهلت جام آسیا را ترک کرده به دوشنبه برخواهد گشت. سرمربی تیم ملی پیتر شگرت به این دلیل بازی سرنوشت‌ساز با لبنان را همسنگ فینال جام آسیا نامیده و گفت فوتبال بازان تاجیک تمام تلاش را خواهند کرد تا از رقابت با سر بلند و با پیروزی بیرون بیایند. در جریان سفر امام علی رحمان به قطر که سفری دولتی است، در دفعه بین تاجیکستان و قطر 9 سند همکاری به امضا رسید. امام علی رحمان همچنین در ملاقات با دایره‌های سرمایه‌گذاری قطر خبر داد که تاجیکستان برای شهروندان قطر به مهلت تا 30 روز نظام بدون روادید جاری کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.